قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. صدق الله مولانا العلي العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل تخرج الزكاة من مالك فإنها طهرة تطهرك وتصل أقرباءك وتعرف حق المسكين والجار والسائل. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نماند حاتم طایی ولیک تا به ابد، بماند نام بلندش به نیکویی مشهور. زکات مال بدر کن که فضله رز را، چو باغبان بزند بیشتر دهد انگور. دوستان عزیز، برادران بزرگوار، نمازگزاران گرامی و روزداران نهایت عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همچنان که از تلاوت آیه مبارکه و احادیث پیامبر گرامی اسلام و شعر آموزنده سعدی شیرازی دانسته باشید، میخواهم امروز در ارتباط به اهمیت و جایگاه زکات در اسلام سخن بگویم. امیدوارم دوستان ما از این سخنان بهره و استفاده ببرند و امیدواریم که انشاءالله همه ما و شما تا زنده هستیم در سایه اسلام زندگی کنیم و تمام وظایف و مسئولیت های را که دین و اسلام و شریعت بر عهده ما گذاشته است به خوبی انجام بدهیم تا الله جل جلاله از ما راضی گردد، در دنیا نیکبخت شویم و در آخرت هم در بهشت الهی و در رحمت او جای بگیریم. ارتباطی که زکات با رمضان دارد بر همه ما و شما واضح و آشکاراست. دوستان و عزیزان، گمان نکنید که فقط در ماه رمضان زکات فرض می شود. بعضی دوستان ما فکر می کنند که فقط در ماه رمضان زکات فرض می شود، نه در سایر ماه ها. فرض شدن رمضان جدا قضیه است و فرض شدن زکات مسئله جداگانه است. درست است ارتباط بین رمضان و زکات هست، ولی بعد از این که ما و شما صاحب مال و سرمایه شدیم، صاحب یک نصاب شدیم که انشاءالله در اخیر صحبت توضیح می دهیم و یک سال بر دارایی و سرمایه ما گذشت، زکات بر ما فرض شد. اگر قبل از تمام شدن سال زکات دادیم کار خوبی کردیم و زکات ما درست شد، اما تا زمانی که سال تمام نشده باشد ما مکلف نیستیم، بر ما ادای زکات، دادن زکات و پرداختن زکات واجب نشده. بعضی دوستا گمان میکنن همین که رمضان آمد زکات هم بر سرمایه‌دار فرض شد، که باید در این مورد همه متوجه باشیم. البته ما هم توصیه میکنیم دوستان را که در ماه رمضان بیشتر زکات بدهند و ارتباط هم بین رمضان است. در حدیث
از حضرت انس رضی الله تعالی عنه روایت شده که فرمود سئل النبی صلی الله علیه و سلم ای الصدقه افضل، از پیامبر علیه السلام پرسیده شد کدام صدقه و خیرات و کمک مالی بهتر است و خوبتر و پسندیده تر است؟ فرمودند صدقه فی رمضان، صدقه دادن، خیرات دادن، کمک مالی کردن در ماه مبارک رمضان بهترین صدقه و بهترین کمک مالی است. بنابراین خواستیم ما امروز در این چند دقیقه‌ای که خدمت شما بزرگواران قرار داریم در ارتباط زکات، جایگاه زکات، مسئولیت‌های مسلمان دارا و سرمایه‌دار، مسائل خدمت شما به عرض برسانیم. زکات از نظر لغت دو معنای مشهور دارد: طهارت یعنی پاکی و همچنین رشد و زیاد شدن. و در اصطلاح هم می‌دانیم کسی که مالک یک سرمایه بود، مالک یک نصاب بود، مکلف است بعد از تمام شدن یک سال، بعد از گذشتن یک سال، 1/40 سرمایه خود را به حساب زکات به افراد تعیین شده که فقرا باشند، مساکین باشند، عاملین باشند و دیگر افرادی که با عنوان مصارف زکات قرآن تعیین کرده است بپردازد. بدون شک که بین معنای لغوی زکات و معنای شرعی و اصطلاحی زکات یک ارتباط و یک پیوند عمیقی دیده می شود. زکات به معنای پاکی و طهارت، انسانی که زکات می دهد دلش از بیماری بسیار بسیار خطرناک حرص و آز و دنیا پرستی و محبت مال پاک می شود. یا به عبارت دیگر دلش از بخل پاک می شود. و همچنین قلب برادر فقیر او که او هم در کنار او زندگی می کند، در شهر او، در قریه او زندگی می کند و از امکانات مالی محروم شده و دست او از اینکه آسوده زندگی کند شسته شده و دور نگه داشته شده و نسبت به او عقده و کینه شاید در دل گرفته باشد، وقتی حق او را می پردازد، وقتی زکات را به او می دهد، دل این فقیر هم از کینه و عداوت نسبت به دارا و سرمایه‌دار پاک می شود. کافران و ملحدان که مدت بر سرنوشت ما حاکم بودند همیشه از همچو خلاهای به نفع خود بهره برداری می کردند. از همین فاصله‌ای که ایجاد شده بود بین قشر فقیر و نادار جامعه و سرمایه‌دار استفاده کردند به نفع خود و این اقشار جامعه را و این گروه ها را به جان یکدیگر انداختند. اما دین اسلام خواسته است فاصله کم شود، سرمایه‌دار به فقیر نزدیک باشد و حق او را بدهد، دل او را به دست بیاورد تا کینه در دل فقیر نسبت به سرمایه‌دار باقی نماند و همچنین دل خود سرمایه‌دار هم از بخل و از حرص و دنیا پرستی و بیماری های دیگر پاک شود با دادن زکات. و زکات که به معنای پاک نمودن است، بدون شک که زکات مال انسان را پاک می کند. در طول سال شاید ما و شما در معاملات خود، گرچه معامله ما 100% حرام و ناروا نبوده اما شبهناک شده باشد، قسم ناحق خورده باشیم، گاهی وعده خلافی کرده باشیم، گاهی در فروش اجناس دروغی گفته باشیم، یک سلسله سخنان شبهناک و معاملات شبهناکی که در مال ما آمده به وسیله زکات می شود که پاک بگردانیم.
و تزکیه کنیم مال خود را، هم مال خود را پاک کنیم، هم قلب خود را پاک کنیم، هم قلب فقیر و انسان نادار و محروم و بیچاره را پاک بگردانیم تا ما به او نزدیک باشیم و او به ما نزدیک باشد و همه به عنوان برادر در جامعه زندگی کنیم. و زکات که به معنای رشد زیاد شدن است، همچنین شکی نیست که انسانی که زکات بدهد خدا مال او را زیاد می کند. خداوند در مال او خیر و برکت می گذارد. وعده قرآن است که می فرماید یمحق الله الربا و یربی الصدقات. الله جل جلاله سود را نابود می کند، بی خیر و بی برکت می گرداند، اما صدقات را، زکات ها را، چه صدقات نافله باشد چه صدقات واجبه باشد، زیاد می گرداند. خداوند در مال باقی مانده خیر و برکت می گذارد. دوستان عزیز، زکات امر است خیلی مهم به چند دلیل. اول این که زکات عبادت مشترک همه ادیان الهی است. مثل نماز که در هر دینی از ادیان بوده، زکات هم در تمام ادیان از وقت حضرت آدم تا امروز بوده. بدون شک عبادتی که تمام ادیان بر او اتفاق داشته باشند و در هر کتاب از کتابهای خداوندی نوشته و ثبت شده باشد و تمام ملتها و تمام انسانها به انجام او مکلف شده باشند، باید مهمترین عبادت باشد. که اگر در این مورد آیات مبارکه قرآن را بخوانیم فکر کنم وقت زیاد گرفته بشه. دلیل دوم اهمیت زکات این که در قرآن عظیم الشان در بیش از 70 مورد الله جل جلاله زکات را با نماز آورده است، همراه با نماز، در کنار نماز. و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة و یقیموا الصلاة و یؤتوا الزکاة و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و از این قبیل الفاظ دیگر. و همچنین زکات سومین رکن از ارکان اسلام است. اولین رکن شهادتین است، اقرار به یگانگی الله، اقرار به رسالت حضرت محمد. دومین رکن نماز و سومین رکن زکات است. و همچنین میبینیم سختترین و دشوارترین کیفرها و عذابها متوجه انسان است که زکات مال را نمیدهد، زکات بر او فرض شده و زکات را نداده. و منکر زکات کافر است. حضرت ابوبکر صدیق در مقابل مانعان زکات که کافر نشده بودند میگفتند ما به حضرت محمد زکات میدادیم، زکات حق او بود، حق بیت المال بود که حضرت محمد علیه السلام سرپرست او بیت المال بود. حالا کسی دیگر حق ندارد از ما زکات بگیرد. حضرت ابوبکر با آنان اعلان جنگ کرد و گفت هر کس فرق بین زکات و نماز بگذارد که نماز بخواند و زکات ندهد با او می جنگم. و فرمود اگر یک زانوبند شتر را که در زمان رسول خدا با عنوان مال زکات می پرداختند امروز ندهند و من تنها بمانم، کسی دیگر با من نباشد، با ایشان می جنگم. سخترین عذابها متوجه منکر زکات یا تارک زکات است کسی که زکات نداده. حضرت ابو هریره رضی الله عنه می فرماید پیامبر گرامی اسلام فرمودند من آتاه الله مالا فلم یؤد زکاته، هر کسی که الله جل جلاله به او مال و سرمایه و دارایی داد پس زکات او را ادا نکرد، مثل له ماله یوم القیامت شجاعا اقرع، همین مال و سرمایه او در روز قیامت به یک اژدها و به یک مار بزرگ سرتاسی که از داشتن زهر زیاد موهای سر او ریخته است تبدیل می شود. همین مال که ما خیلی سر او حساب می کنیم
و هر شب شاید حساب مال خود را بگیریم و افتخار هم میکنیم که سرمایه زیاد داریم. بدانیم که اگر حق حقداران را از این مال ندادیم، همین مال که به ظاهر برای ما خیلی خوش آینده است، خیلی دلپسند است، در واقع اژدهای بزرگ است که ما را تهدید میکند. حالا اگر نمی بینیم که اژدها است، در روز قیامت حقیقت او برای ما برملا و آشکارا می شود. شجاعا اقرع یطوقه یوم القیامه، به گردن همین انسان مثل یک طوقی می افتد در روز قیامت. ثم یأخذ بلحظمتی، بعدا هر دو طرف دهنش را محکم می گیرد و نیش می زند و به او می گوید به زبان قال یا به زبان حال: انا مالک انا کنزک، من همان مال و سرمایه تو هستم، من همان خزانه و گنجینه تو هستم که در دنیا جمع کرده بودی. اما انسانی که زکات را داد، حق حقداران را به خوبی ادا کرد و به آنها رسانید، احترامانه به آنها تقدیم کرد، ان شاء الله مال او پاک است، زیرا استفاده درست از مال کرده است. مال همین مال است. یک کس با این مال برای خود بهشت می‌خرد، اما دیگر همین مال او را به سوی جهنم می‌برد. فقط انسان باید بداند که چگونه از این مال استفاده کند. اگر درست استفاده کرد و حق فقرا و حق محتاجان و نیازمندان را جدا کرد و ادا کرد و پرداخت، ان شاء الله باقی مانده مال برای او خیر است، برکت است و اجازه دارد از او درست استفاده کند. بدون شک که وقت ما زکات مال خود را می دهیم، در اثناء دادن زکات چند تا خوبی برای ما حاصل می شود یا چند صفت نیک را به دست می آوریم. اول این که اظهار بندگی به پیشگاه خداوند جل جلاله می کنیم. اعتراف می کنیم که ما بنده الله هستیم، او ما را خلق کرده، مال هم از خود ما نیست، این مال را الله جل جلاله به عنوان نعمت در دسترس ما گذاشته. مالک حقیقی مال الله هست، ما مالک مجازی هستیم و چون او ما را دستور داده که بخش از این مال را به افراد محتاج و مستحق بدهیم، دادیم. بنابراین اظهار بندگی به پیشگاه الله کردیم. همچنین کمکی به برادران هم نوع خود کردیم. انسان واقعا اگر انسان باشد، انسان واقعا اگر عاطفه انسانی داشته باشد، چه به او بگویند چه به او نگویند، وقتی یک انسان را ببیند در حال گرسنگی، در حال تشنگی، در حال احتیاج، در حال نیازمندی، باید دلش به حال او بسوزد و از سرمایه‌ای که دارد چیزی به او بدهد تا مشکلش حل بشود. و این بهترین شیوه اخلاقی است برای انسان. این عاطفه انسانی را نشان میده، این محبت و اخوت و برادری را نشان میده. و همچنین معالجه و تداوی می شود دنیا دوستی و دنیا پرستی که با این کار خود ثابت می سازد انسان سرمایه‌دار که او دنیا را پرستش نمی کند، دنیا معبود او نیست، دنیا را خدمت نمی کند، بلکه خودش مخدوم است و دنیا در خدمت اوست. از دنیا و از سرمایه استفاده می کند آنگونه که خداوند خواسته و اجازه داده. تا حدی که اجازه داده است از مال خودش استفاده کند، به مصرف خود، به مصرف زن و بچه برساند، همین کار را می کند. و چون خداوند گفته یک بخش را بردار به فقیر بده، آن کار را می کند. اما دوستان عزیز، چه روشی را ما و شما در پیش بگیریم کسی که صاحب یک نصاب شرعی است و زکات بر او فرض شده تا زکات او بهتر ادا بشود؟ هر کاری را که ما و شما میکنیم مکلفیم سعی کنیم با کیفیت بالا او کار را انجام بدیم. اگر نماز میخوانیم نماز ما با کیفیت باشد، نماز ما کامل باشد. به همین دلیل تأکید شده که نماز را با جماعت ادا کن تا نمازت کامل ادا بشود، مزد در پوره و کامل بگیری.
و همچنین اگر روزه میگیریم، زکات هم که میدهیم، سعی کنیم روش را، شیوه را اختیار کنیم تا زکات ما به خوبی و به درستی ادا شود و مزد کامل خداوند جل جلاله نصیب کند و از ما بپذیرد و قبول کند. به چند نکته باید توجه داشته باشیم. اول این که اخلاص در کار ما باشد. خدای نخواسته قصد ما و اراده ما دیدن دیگران، مدح و ستایش دیگران، تشکر کردن و این چیزها نباشد. منظور ما فقط رضا و خوشنودی الله و تعمیل و بجا آوری حکم الله جل جلاله باشد و بس، چیز دیگری نباشد. زیرا میدانیم اخلاص اساس قبولیت هر عمل از اعمال است. تا عمل فقط برای الله انجام نشد، نزد خداوند ارزش و اعتبار ندارد. انما الاعمال بالنیات، اعتبار تمام اعمال به نیت هاست. دومین نکته این که سعی کنیم قبل از این که زکات را به مستحق او، به فقیر و به محتاج میدهیم، مسائل ضروری زکات را بیاموزیم. زیرا آنچه ندانیم درست به جا آورده هم نمیتوانیم. تا وقتی مسائل نماز را یاد نگرفته باشیم چه قسم میتوانیم نماز را درست ادا کنیم؟ همچنین در ارتباط به روزه و همچنین در مورد زکات باید این نکته به یاد ما باشد که مسائل ضروری حداقل با خواندن یک رساله خرد در ارتباط به زکات، یا سوال کردن از عالم درباره مسائل ضروری زکات، یا خواندن یک نشریه خود را آگاه بکنیم تا اشتباه نکنیم. نشود انسان غیر مستحق را مستحق فکر کنیم به او زکات بدهیم، و یا سالها بر ما بگذرد گمان کنیم که اصلا بر ما زکات فرض نشده، در حالی که از چند سال بر ما زکات فرض شده. پس لازم است پیش از پرداختن و ادا کردن زکات احکام ضروری و مسائل اساسی زکات را بیاموزیم و یاد بگیریم. سومین ادب برای بهتر ادا شدن زکات این است که در جای بدهیم و بگذاریم و به کسی زکات بدهیم که موجب رضای بیشتر خداوند جل جلاله شود. حالا درست است شاید تو اگر زکات مال خود را به دست یک معتاد هم بدهی، چون فعلا چیزی ندارد، اصل فریضه ادا شده باشد، اما اگر همین زکات را به عالمی که فقیر است، به طالب العلمی که محتاج است، به کارگری که یک فامیل 10 نفری مسئولیت ای فامیل بزرگ بر عهده او هست و از صبح تا شام نمیتواند خرج یک شبانه روز فامیل خود را پیدا کند، اگر به او بدهی بدون شک ثواب تو خیلی زیادتر است. پس باید ما افراد را جستجو کنیم که یقین داشته باشیم از پول زکات بهترین استفاده را می کنند. شاید با همین پول کتاب بخرد و صدها سال خود او و دیگران از این کتاب استفاده کنند. شاید از همین پول، با همین پول زکات چیزی خوراکی به خانه خود بخرد که تمام اعضای فامیل بخورند و به حق من و تو دعا بکنند. پس باید بهترین افراد را، بهترین ها را که شایسته گرفتن زکات هستند برای زکات دادن انتخاب کنیم. و چهارمین نکته مهم این است که بر زکات گیرنده منت نگذاریم. گمان نکنیم ما به او خدمت کردیم، از او تشکر کنیم و خیلی هم زیاد تشکر کنیم، از او بخواهیم در حق ما دعا کند، هم زکات را به او بدهیم و بگوییم برادر دعا کن خداوند از من قبول کند. چرا ما کار برای او نکردیم، کمک هرگیز به او نکردیم، حقی که از ما میخواسته شریک مال ما بوده به دست او رساندیم. الله جل جلاله در همین مورد میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا. ای ایمانداران، صدقات خود را و
کمک های مالی را که می کنید، زکات می دهید، صدقه فطر می دهید، با منت گذاشتن و اذیت کردن باطل نکنید، ضایع نگردانید. بعضی هستن وقتی که زکات را می دهند فکر می کنند که این کمک شده از طرف آنها به او شخص و از او انتظار تشکر کردن را دارند، از او انتظار خدمت کردن را دارند و تا چند سال همین 2 افغانی زکات را به رخ او می کشند. اگر چند سال بعد او بیچاره از همین وضعیت بد اقتصادی بیرون شد و وضعیت مالی او خوب شد، سرمایه دار شد و در بین راه آنها را دید و شاید بیشتر با آنها صحبت نکرد یا در حد معمول با آنها صحبت کرد، میگویند که فلانی را شما ببینید، این اصلا به نان ما بزرگ شده، به پول ما زندگی او برابر شده ولی حالا ما را نمیشناسد. تو چرا این حرف را میگویی؟ چرا بر او منت میگذاری؟ اصلا تو هیچ کمکی به او نکردی، حق او را به او داده بودی. زمانی که تو به او زکات دادی و او مستحق زکات بود، اصلا شریک بود به این مال. و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، قرآن میگوید که در مال آنها حقی هست برای سوال کننده و برای انسانی که محروم از کسی او را نمیشناسد، نه سوال میکند و نه هم مردم از حال او خبر دارند. بدانیم که منت گذاشتن بر فقیر، بر کسی که از ما زکات گرفته، کلن زکات ما را باطل می کند و بیمزد می شویم و از تمام خیرها و برکات محروم می شویم. این موضوع خدای نخواسته پیش نیاید و زحمت ما ضایع نگردد. و آخرین نکته این که همه ما و شما باید زکات بدهیم. تنها زکات وظیفه سرمایه‌دار نیست، عالم هم باید زکات علم خود را بدهد و علم خود را پخش کند، به دیگران برساند، مردم را توصیه کند، امر به معروف و نهی عن المنکر بکند و سوال کننده را به خوبی و به درستی و با پیشانی باز جواب بدهد. شخص جوان و نوجوان هم باید زکات جوانی خود را بدهد و دادن زکات جوانی ای است که این جوانی را در راه خدا مصرف بکنیم. خود ما بگوییم ما که جوان هستیم 24 ساعت هر شبانه روز در اختیار ما هست، 20 ساعت را اگر برای خود کار میکنیم 4 ساعت برای دیگران کار میکنیم، 4 ساعت را میرویم در خانه خدا خدمت میکنیم، 4 ساعت را به یک کتابخانه میریم مطالعه علوم دینی و مسائل ضروری شرعی را میکنیم و از این قبیل. و یا ای که 4 ساعت در خدمت فقرا هستیم و با آنها کمک میکنیم، 4 ساعت میریم سر بستر یک مریضی که بیچاره کسی را ندارد، سرپرست و هیچ کسی را ندارد، سر بالین او استاد میشیم و او را خدمت میکنیم. پس هر کس در هر جایگاهی که قرار دارد باید فکر کند که مکلف از زکات بدهد، زکات علم خود را بدهد، زکات جوانی را بدهد، زکات زندگانی را که خدا به او نصیب کرده است بدهد، زکات مال را بدهد، زکات آبرو و اعتبار خود را بدهد. نکته ای که در اخیر میخواهم عرض کنم، چون بسیاری از دوستا در ارتباط به همین سوالگرا از ما میپرسند، کسانی که در دروازه های مسجد استاد میشن بعد از نمازها اعلان میکنند، یک تعداد از برادران میگن که اینها مستحق زکات نیان، اینها پول دارن، سرمایه دارن، ما چی باید بکنیم؟ بدون شک اگر ما شخصی را شناختیم که این فقیر نیست، اجازه نداریم که زکات خود را به او بدیم و اگر دانستیم که سرمایه دار است و فقیر نیست زکات دادیم، زکات ما قبول نشد. اما اگر او ما را اغفال کرد و خودش اظهار کرد که من فقیر هستم و بعد از جستجو هم ما گمان کردیم و بیشتر گمان ما همین بود که فقیر است و به او زکات دادیم، زکات ما ادا می شود. او مجرم است و جرم بزرگ مرتکب شده. پیامبر گرامی اسلام همچنان که از مجموع روایات دانسته می شود، انسانها را راهنمایی کردند که فقط کسی می تواند دست به گدایی دراز کند و از مردم کمک مالی طلب کند که یا از پا افتاده باشد و توان کار کردن را نداشته باشد و همچنین خرج یک شبانه روز خود را بیشتر نداشته باشد. اگر قوی و نیرومند بود که توان کار را داشت و یک شبانه روز خرج و
مصرف خود را داشت اجازه ندارد که دست به تکدی، دست به گدایی دراز کند و خود را پیش دیگران خوار و ذلیل کند. در همین مورد می‌فرمایند من سأل الناس اموالهم تکثرا فانما یسأل جمرا فلیستقل او لیستکثر. هر کس از مردم مال مردم را طلب می کند تا مال و سرمایه او زیاد شود. ضرورت ندارد، محتاج نیست، فقیر نیست، نادار نیست، برای زیاد کردن سرمایه و مال از دیگران طلب می کند. فرمودند در حقیقت پاره جهنم، آتش جهنم را برای خود طلب می کند. حالا که این موضوع را فهمید خودش آزاد است که زیاد می خواهد از این آتش های جهنم برای خود جمع کند یا کم جمع کند. و در روایت دیگری می فرمایند یک مرد همواره و پیوسته و دوامدار از مردم کمک طلب می کند تا اینکه در وضعیت قرار می گیرد که وقتی در روز قیامت حاضر می شود اصلا به پیشانی او، به چهره او گوشت نیست، آبرو و اعتبار او ریخته و به پیش تمام انسانها در صحرای محشر بدنام و روسیا و رنگزرد و خجل و شرمسار می شود. بنابراین این افراد هم باید یک کم فکر بکنند و بدانند که از این راه مال و سرمایه جمع کردن خیلی زشت است و خیلی نادرست است. به صورت خلاصه اشاره به بعضی از مسائل زکات هم می کنیم. بر کسی زکات فرض می شود که مسلمان باشد، عاقل باشد، بالغ باشد، آزاد باشد، مالک یک نصاب شرعی باشد و مالی که دارد از قرض او اضافه باشد، از حاجت اصلی او نیز اضافه باشد و مال و سرمایه او نمی یعنی رشد کننده باشد، یعنی یا به صورت طلا و نقره باشد و یا به صورت پول نقد و یا اینکه برای تجارت و معامله باشد، مثل اموالی که در داخل دکانها خرید و فروش می شود. وقتی که زکات را ما و شما می دهیم قلباً باید نیت زکات دادن را داشته باشیم. لزومی ندارد که به شخص فقیر بگیم که این پول زکات است. اگر او را نمی شناختیم و از فقر او خبر نداشتیم بگوییم خوب است، تا اینکه اگر مستحق زکات نباشد قبول نکند. ولی اگر کاملا از احوال او مطلعیم و خبر داریم که این فقیر و نادار است، همین که ما در دل خود نیت زکات را کردیم کفایت می کند. به هر نام و به هر حسابی که این هدیه را و این مال را به او بدهیم زکات ما ادا می شود. به عنوان مثال اگر به برادر، خواهر، عمه، خاله، کاکا، ماما ما زکات بدیم، شاید اگر ما به نام زکات این مال را به او بدیم در حالی که فقیر هم هست چیز خجل شود، می شود که به دیگر نامی به نام هدیه و تحفه به او این کمک را بکنیم و زکات را بدیم. نصاب زکات چیست؟ اگر کسی صاحب شتر است 5 شتر داشت صاحب یک نصاب شده و اگر 30 گو داشت یا 40 گوسفند داشت و از نقره 200 درهم که عبارت از 140 مسقال می شود و به حساب اوزان مروجه امروزی 595 گرم می شود. این حساب هر برادر می تواند پیش خود داشته باشد و گرچه ما و شما پول نقد اگر داریم می توانیم پول نقد به طلا حساب کنیم یا به نقره حساب کنیم. اگر به طلا حساب کنیم پول بیشتر ضرورت است تا ما مالک یک نصاب بشیم و اگر به نقره حساب کنیم به پول کمتر هم ما مالک یک نصاب میشیم و زکات بر ما فرض میشه. بهتر ای است که آنچه به نفع فقرا هست او را حساب کنیم، یعنی به حساب نقره بگیریم نصاب را، تا اینکه بتوانیم کمکی از این طریق و یا ای که تا همکاری به فقرا بشود. 595 گرم نقره یعنی 5 گرم کم 600 گرم نقره اگر کسی داشته باشد یا پول او را داشته باشد، او در واقع مالک یک نصاب شرعی است و با گذشت 1 سال زکات بر او فرض می شود. آخرین موضوعی که خیلی کوتاه در ارتباط به زکات عرض می کنم اینه که ما و شما می توانیم زکات را به هر یک از وابستگان خود بدهیم، به استثنای کسانی که در سلسله نسب ما و شما شامل هستند، مثل پدر، مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ و بالاتر، هرچی بالاتر برود، و یا کسانی که از ما پایینترند در نسب ما شاملند، مثل پسر، دختر،
پسر پسر، دختر دختر، نواسه های پسری و دختری و پایینتر هر چی که باشند به اونها هم ما زکات داده نمیتوانیم. و همچنین به کسی که سید است، واقعا ادعا دارد که من از خانواده پیامبر علیه السلام و از نسل ایشان هستم، او هم زکات گرفته نمیتواند و زن به شوهر خود زکات داده نمیتواند و شوهر و مرد به زن خود هم زکات داده نمیتواند. از این افراد ذکر شده که بگذاریم به هر کسی زکات داده میتوانیم، تا آنجا که اگر ما زکات را به کسی از وابستگان خود که اهل زکات و مصرف زکات است بدهیم، ثواب ما 2 برابر زکات دادن برای بیگانگان است. و تأکید هم شده، فقها گفتن که زکات هر منطقه در همان منطقه توزیع شود، چون مستحقین درجه اول کسانی هستند که یا از وابستگان و خویشاوندان ما هستند و یا در محیط ما و در محله ما و در قریه ما زندگی می کنند. پیغمبر علیه السلام فرمودند الصدقه علی المسکین صدقه و هی علی ذی الرحم ثنتان صدقه و صله. صدقه و زکات دادن که می شود مراد از صدقه واجبه باشد که زکات را هم شامل می شود، به یک مسکین و به یک فقیری که بیگانه باشد 1 ثواب زکات دادن را دارد، 1 صدقه حساب می شود. اما اگر همین زکات را به یکی از اقارب وابستگان و خویشاوندان خود بدهی، 2 ثواب 2 برابر مزد برای تو دارد، هم ثواب زکات دادن و هم ثواب پیوند رحم و ادا کردن حق حقدار و حق خویشاوند. بنده خیلی سعی کردم کوتاه این مسائل را یاد آوری کنم، چون ماه مبارک رمضان. و صلی الله تعالی و سلم علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند.